فتاپور موافقم. در شرایط خاصی که واقعا یک جریانی که مورد نظر به هر صورت اکثریت مردم ایران هست، اون میتونه خواهان حمایت اینها از خواسته های مردم ایران بدون مداخله باشه. منتها اون چیزی که الان هست، ما شاهد این هستیم که برخی از قدرت‌های خارجی در حال تلاش هستند که یک سری نیروهای سیاسی رو از اینها یک آلترناتیوی بسازن و این امر منفی هست و هم برای جنبش دموکراسی خواهی ایران خطرناک هست و هم برای روابط خوبی که بین به حال غرب و جامعه ایران بخواد در آینده برقرار باشه. من اگر فرصت داشته باشم چند نکته رو بگم. حالا این مثال رو من به بینندگان این برنامه میسپارم که اصلا ببینن خودشون قضاوت بکنن که واقعا ارتباطی وجود داشت بین این حرف یا نه. اما من یک چیز مهمتری رو میخوام بگم و اون این هستش که ما دشمن‌هایی در طول تاریخ داشتیم که این دشمن‌ها متحدهای راهبردی همدیگه بودن و به بقای همدیگه کمک کرد. به نظر من اون بخشی از اپوزیسیون که امروز در حال یک برخورد غیر واقع بینانه داره یا در تلاش هستش که یک شخصیت سازی کاذبی رو از آقای رضا پهلوی به عنوان منجی، به عنوان یک ابرمرد در عرصه سیاسی ایران مطرح، به عنوان یک کنشگر سیاسی ایشون حق داره، من از حقش هم دفاع میکنم، ولی اینکه از اون بخوان یک رهبر و یک فردی درست بکنن برای مدیریت دوره گذار و مواضع تندی که در این راستا اتخاذ کردن، اینها اتفاقا بیشتر کمک کرده به خود جمهوری اسلامی. یعنی پیامدهای عملی اون با ایجاد هراس در جامعه، با طرح مسائل نادرست، با دامن زدن به شکاف‌ها، این دشمن‌ها در از دشمنی میکنن که بیشتر به بقای جمهوری اسلامی کمک میکنه. خیلی کوتاه من اینو بگم که البته خب الان من نمیتونم که شاهزاده رضا پهلوی اینجا نیستن از خودشون دفاع بکنن و فکر نمی‌کنم هم کسی اینجا به نمایندگی از شاهزاده رضا پهلوی صحبت کرده باشه. برای به محدودیت زمان من نمیتونم بحث رو اجازه بدید پیش ببریم. بردیا سوالی رو داشت مطرح میکنه. آقای مهتدی، یه تردیدی نیست یکی از شعارهایی که در جمهوری در ایران سال 57 باعث خیزش و تهییج مردم شد مسئله استکبار ستیزی بود که تو شعار مرگ بر آمریکا تبلور پیدا کرد. ما ضربه‌ای که کشور ما خورده نسل در نسل چند نسل به خاطر این همه تقریبا میدونیم، حداقل خیلی نظرشونی که از این جهت بوده. الان هم به نظر من نمایندگان در واقع اپوزیسیون اگر بخشی رو در نظر بگیریم همچنان این استکبار ستیزی به نظر میرسه و دشمن انگاری وجود داره. میخوام بدونم نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی در مورد هژمونی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا چیه؟ یعنی ما باید در آینده به همچنین همش در فکر این باشیم که آمریکا دشمنه و مقاصد پلیدی برای ما داره و اینکه ادامه همون جمهوری اسلامی میشه. اینطور نیست به نظرتون؟ چرا همینطوره. به نظر من چند نکته رو باید در کنار هم اگه قرار بدیم به عقیده من میتونیم جواب پرسش شما رو پیدا بکنیم. یکی، شما توجه بکنید به همین شعار ساده‌ای که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. این به نظر من صحیح ترین بحثیه که میشه در این رابطه کرد و از عمق جامعه ایران هم برآمده. آمریکایی ترامپ که به باباش هم پول نمیده، اون پول نداده که کسی بیاد این شعار رو بده. هیچ کسی به هیچ کسی پولی نداده بابت این شعار. این نقد عمیق و اساسی است که جامعه ایران داره از سیاست حاکمیت، از سیاست خارجی حاکمیت میکنه. سیاست داخلیش به جای خود چقدر غلط و مردم ستیز بوده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم سر تا پا اشتباه و به ضرر مردم و به ضرر جامعه بوده. اما شما توجه بکنید سال 1357 یه فرق اساسی داره با اینجا. رژیمی که آماج، حالا درست یا غلط، رژیمی که آماج حمله انقلاب بود، آماج نقد مردم و جامعه بود، رژیمی بود پشتگرم با آمریکا، پر مستشاره آمریکایی بود، روابط دو جانبه، اتحاد دو جانبه، پیمان دو جانبه دوستی با آمریکا داشتن، متحد جهانی آمریکا به حساب می اومد، ساواکش از طرف آمریکا تعلیم دیده بود. بنابراین
به طور طبیعی مردم وقتی با حکومت در اون دوره مبارزه میکردن در پسش حمایت آمریکا رو میدیدن. خب اون بحثی است. الان اینطور نیست آخه، یعنی اصلا مطلقا اینطور نیست. اون رژیمی که یه لحظه اجازه بدید 2-3 جمله، اون رژیمی که الان آماج نقد و اعتراض مردمه متحد آمریکا نیست، دشمن آمریکاست. بنابراین حتی از لحاظ تاکتیکی هم بی‌معنی این. ولی من میخوام یه چیز دیگه بگم. من میگم آمریکا ستیزی است که در فرهنگ ایران وارد شده. اساسش هم مربوط به جمهوری اسلامی نیست، ولی اینا زیرکانه گرفتند از حزب توده و از احزاب وابسته به اتحاد چپ وابسته به اتحاد شوروی. این آمریکا ستیزی به عقیده من زهری است مسموم کننده که 40-50 سال وارد سیاست ایران شده. اینو باید کنار گذاشت. آمریکا نه فرشته است و نه اون استکبار جهانیه. دولتی است، دولت خیلی مهمی است، تنها ابرقدرت امروز دنیاست. بایستی تونست مناسبات صحیح بر اساس هم استقلال هم منافع خود در این رابطه پیدا کرد. عذرخواهی می‌کنم وقتمون بسیار کم. آقای فتاحپور از شما میپرسم، به نظر شما آیا صحبت کردید خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه، اپوزیسیون خارج از کشور به هیچ عنوان نباید با هیچ کشوری ارتباط بگیره تا بتونه اهداف خودش رو به پیش ببره؟ فکر می‌کنم به این سوال شما من جواب دادم. اپوزیسیون خارج از کشور در موقعیتی که داره اگر دنبال کمک‌های مالی، مادی از اینجور کمک‌ها از دولت‌های خارجی و به طور مشخص امروز از دولت آقای ترامپ و یا آقای دولت عربستان باشه، کار بسیار خطایی است. و جریان‌هایی که در مورد این موضوع گفتید، در مورد سایر دولت‌ها آیا از اتحادیه اروپا مثلا کمک بگیره اشکال نداره؟ هر دولتی امروز کاری که همون بحثی که مطرح شد در نظر سیاسی، تاثیرگذاری، این که دولت‌ها بیان در جهتی که ما فکر می‌کنیم به سود جامعه ایران تاثیرگذاری بکنن. برفرض به نظر ما این تحریم‌ها در این شکلی که ایران داره صورت میگیره نه جمهوری اسلامی رو ساقط میکنه و نه شرایط ایران رو عوض میکنه، بلکه فقط فشارش میره به عواقب اقتصادی که دراز مدته و نمیشه جبران کرد در ایران و نادرسته. تلاش برای اینکه یک چنین مسائلی در سمت دیگه سمت بگیره در دفاع از حقوق بشر و در دفاع از مبارزات مردم ایران باید این کارا رو کرد. بسیار کمک یک جریان برای پیشبرد مبارزه خودش به شکل مالی، به شکل تبلیغاتی و خیلی از یک دولت خارجی کاملا خطاست. ممنونم. آقای افشاری از شما بپرسم، الان بحثی که هستش، آنچه که مطرح شد رو ما به این شکل نگاه بکنیم که شما مخالف این ارتباط ها هستید یا نه به هر نحوی شرایطی رو قائل میشید برای دریافت کمک؟ ببینید، کمک مالی رو من مطلقا رد میکنم، مالی، نظامی، ولی در حوزه سیاسی مشروط هست، نمیشه اونو به شکل مطلق رد کرد. باید دید در راستای چه هدفیت چگونه هست و بر اون اساس داوری کرد. من فقط خیلی کوتاه بگم این وضعیت انقلابی با انقلاب خرس شد. ببخشید ما کمتر از 50 ثانیه وقت داریم برای پایان برنامه، عذرخواهی می‌کنم نمی‌رسیم. آقای گریز نظر شما رو بدونیم، این کمک‌ها حالا آمریکا، عربستان، اتحادیه اروپا یا هر جای دیگری چقدر فکر کنید ضرر میزنه و چقدر کمک میکنه، مالی، نظامی یا اطلاعاتی؟ خیلی کوتاه. من مطلق‌گرا نیستم، بستگی داره به شرایط همونجور که دوستان توضیح دادن، ولی اصل موضوع در داخل ایران و اراده مردمه و در خارج از ایران 8 میلیون ایرانی کافی اراده بکنن. هیچ کمکی چه دیپلماتیک، چه از نظر دانش و چه از نظر اقتصادی لازم نیست که بخواد از دولت یا از حتی سازمانی گرفته بشه. من تشکر میکنم عبدالله مهتدی، داوود گریز، مهدی فتاحپور و علی افشاری که ما رو در این بحث همراهی کردن و همچنین از شما که ما رو در این چشم‌انداز همراهی کردید. همیشه میتونید از طریق با ما @iranintel.com با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهاد و انتقاداتتون رو در میون بذارید. تا چشم